استقامت در دین به همه گفته های شریعت عمل کردن. فاستقیم کما امرت، مستقیم شو چه خیلی که امر کرده شدی. این خطاب به پیامبر صلی الله علیه و سلم بود و تمام امت را در بر میگرفت. بنابراین حالی بعضی آدم ها در بعضی کامنتاری ها می نویسد که این دانلود چه خیلی است، فقط قواقاش انداختگی میگه چی گپ میزنه، نمیخنده یا کمتر بخند می نویسن. با آخر پیامبر صلی الله علیه و سلم میخندیدن که بعضی عالم ها در تفسیر همین آیات میگن که بعد همین آیات دیگه نخندیدن. میگن فاستقیم کما امرت، مستقیم شو چه خیلی که امر کرده شده. یعنی به دین عمل کن چه خیلی که سپارش از الله تعالی اومد، یعنی نچکانده و نریزانده به همش. بعد همین پیامبر صلی الله علیه و سلم دیگه هیچ کی خندیدگیشون ندید. میگه اما حدیثایی که مثلا پیامبر صلی الله علیه و سلم خندیدن، دندانهای اشکشون نمود، هست و حوادث، لیکن این حدیث کم آدم میداند. بعضی ها به این اهمیت نمیدهند که بعد این پیامبر صلی الله علیه و سلم دیگه خندیدگیشون هیچ کس دیدگیش نمیگه. بعد همین آیات نازل شدن. بنابراین یک آدم اومده گفت که یا رسول الله یک امری را برای من فرمان دهید که جنت درام، از دوزخ دور شوم. گفتن که قل آمنت بالله ثم استقیم، به الله تعالی ایمان آوردم بگویید ثم استقیم، ثانی مستقیم شو. یعنی همین صراط المستقیم به عمل کن، هر چیزی که الله و رسول گفته است عمل کن.